در تلفن ها نماز اوصل کردیان، نماز اوصل کردیان، تحقیر کردگی هستن آداب نمازخانه و باز همین مسلمان ها در تلفن هاشان نوشته گوش بکنن، تماشا میکنن. آخرش ولدالین مایکو هم اینجوره همجرا ولدالین مسلمان نمیشود در پیش در صحنه که هزار که دوازده شیشت یستگی لعین در صحنه نماز تحقیر کند و دیگران خندند. یک عالم پیشوای دین تحقیر کند دیگران خندند. ادامو هزار تماشابی والله کافر است. من فتوا بدم از این منبر رسول اکرم، من فتوا بدم که بگه کافر گفتن اجازه علما نیست. حکم اعدام برآوردن سود میتواند، پرقرار میتواند، چون حکم خدا رو عالم ها نمیتونن گفتن. این خنده ها فقط گریه دارد، این خنده ها فقط سوختن دارد، در آتش میسوزی. شما الله اقل یک ارتیسی سگ یک تفلی زنید و پادشاه نسبت پرزیدنت نیست، یک سگ است در صحنه، یک سگ بس سر بازی بکند هویت زنید. نگذارد این تا تحقیر کنند. با در تلفن اینو می نویسید، تحقیر علماء ها رو در تلفنات ها می نویسید، ما گوش میکنه، ما میخندید. ما باید شما رو دو دام میکنم، ما شما رو 3 و 8 دام کردم، شما خودتان 6 داشتین کافی ده. تو ناموسی شما، تو ناموسی دیانتی شما دین تان تحقیر کنند، پیشواهای دین تان تحقیر کنند، احکام های دین تان تحقیر کنند. این برای رکلام های ولی متدع پولون میکنند، تحقیر کنند. با شما در نوار تلفن تان گیرد و با اون تماشا کنید. یعنی مسلمانی تان، چنین ناموس اسلامی تان، چنین دیانت داری تان تا که حیوان میشود شما. این آداس پیغمبر به ما تعلیم داده است. هم خندید و با هم در تلفناتان نویسید و گوش کنید. شرم باد برای این مسلمانی، شرم باد برای این نام مسلمانی.